سلام، به نیمه شب خوش اومدید. امروز توی این اپیزود میخوایم با هم دیگه چکیده ای از فصل دوم کتاب عادتهای اتمی رو با هم به اشتراک بذاریم. امروز میخوایم ذهنیتمون رو نسبت به عادتها از ریشه تغییر بدیم. مشکل ما انجام ندادن کارهای درست نیست. مشکل ما اینه که هنوز خودمون رو اون آدمی نمیبینیم که باید باشیم. طالب این فکر کردین؟ اینکه ما هنوز خودمون رو اون آدمی نمیبینیم که باید باشیم یا میخوایم باشیم. فصل دوم کتاب عادتهای اتمی درباره یه مفهوم خیلی عمیق حرف میزنه. عادتهای واقعی زمانی ماندگار میشن که بخشی از هویت ما بشن، نه یه کار زورکی و موقتی. همه ما معمولاً تغییر رو از اشتباه ترین نقطه شروع میکنیم. به جای اینکه از هویت شروع کنیم، از نتیجه شروع میکنیم. مثلا میگیم میخوام 10 کیلو کم کنم، میخوام انگلیسی یاد بگیرم، میخوام ثروتمند بشم و خیلی چیزای دیگه. این یعنی تمرکز رو نتیجه است. ولی جیمز میگه اول تبدیل شو به کسی که اون نتیجه براش طبیعیه. 3 سطح تغییر در انسان رو میاد میگه. اولیش نتایج، دومی فرایندها و سیستم و سومی هویته. اکثر آدما روی مورد اول یعنی نتایج گیر کردن. افراد موفق روی مورد سوم یعنی هویت سرمایه گذاری میکنن. یه مثال خیلی دقیق از کتاب بخوایم بگیم، میگه 2 نفر میخوان سیگار رو ترک کنن. به هر 2 نفر یه نخ سیگار تعارف میشه. اولی میگه نه ممنون، سعی دارم ترک کنم سیگار رو. دوم میگه نه ممنون، من دیگه سیگاری نیستم. جمله نفر دوم فقط یه جواب نبود، اعلان هویت جدید بود. کتاب میگه هر عادتی که انجام میدی یه رأی برای ساختن هویت آیندته. تو هر روز داری با رأی‌ها به یک شخصیت جدید نزدیک میشی یا ازش دور میشی. پس تغییر واقعی این نیست که هر چیزی رو به زور انجام بدی. تغییر واقعی اینه که به خودت ثابت کنی من اون آدمی هستم که این کار رو انجام میده. مثلا میگی که ما نمیگیم که باید هر روز ورزش کنم، میگیم من آدمی هستم که بدنش براش مهمه. پس ورزش بخش طبیعی زندگیمه. نمیگیم باید کتاب بخونم، میگم من یه خوانندم. پس کتاب خوندن بخشی از منه. پس ما باید تو زندگیمون به این چند تا اصل همیشه وفادار باشیم برای تغییر خودمون، برای رسیدن به نتیجهمون. هویتت رفتار تو رو میسازه و رفتار تو هویتت رو محکم‌تر میکنه. تو همونی نیستی که آرزوشو داری، تو همونی هستی که هر روز تکرار میکنی. عادتهای کوچک رأی‌های کوچکن، اما جمعشون انتخابات سرنوشت تو رو تعیین میکنه. میخوای تغییر واقعی پایدار و برگشت ناپذیر باشه، هدف اصلیت باید ساختن هویت جدیدت باشه، نه فقط رسیدن به یک نتیجه سریع. و از امروز فقط کافیه با هر عمل کوچیک به خودت ثابت کنی من همون آدمی هستم که باید باشم. ممنونم که تا آخر این اپیزود همراه من بودین. امیدوارم از امروز حتی با کوچکترین قدم ها شروع کنید به ساختن هویت جدید و واقعی خودتون. اگه این اپیزود براتون مفید بود حتما سیو کنید، به اشتراک بذارید و نظرتون رو برام بنویسید. در اپیزود بعد میریم سراغ ادامه کتاب و یاد میگیریم چطور سیستم سازی کنیم تا عادت‌ها خودکار بشن. تا اپیزود بعد آروم، قدم به قدم اما مداوم. خداحافظ.